بیننده عزیزی که چهارشماره اخیرشون 1889 هست پرسیدن که قسم خوردن که فلان گناه رو مرتکب نشوند، باز قسمشون رو فراموش کردن و باز اون کار رو انجام دادن، باید چی کار بکنن؟ از نظر شرعی انسانی که قسم میخورد خب یک حکم شرعی هست. در روایت اومده من کان حالفا فلیحلف بالله، کسی که میخواد قسم بخورد حتما باید به نام الله متعال قسم بخورد و الا ترک بکند و بدون نیاز هم انسان نباید در واقع قسم بخورد. اما اگر کسی قسم خورده بود یک کاری رو انجام ندهد و انجامش داد و اگر یا این که در واقع قسم خورده بود فلان کار رو انجام میدهد و برعکسش انجام نداد، این در واقع از نظر شرعی حانث شده و کفاره رو باید ادا بکنه. کفاره قسم هم در کفاره قسم هم اختیار هست و هم در واقع بدل در اون وجود داره. 3 مورد هست شما اختیار دارید یک از این موارد رو انتخاب بکنید. یا این که به 10 مسکین غذا بدهید، این مورد اول. مورد دوم یا به 10 مسکین و 10 انسان فقیر لباس بدهید. مورد دوم. مورد سوم این است که یک غلامی رو آزاد بکنید. این در مرحله اول هست. غذا دادن به 10 مسکین، لباس دادن به 10 مسکین و فقیر، یا غلام آزاد کردن برده که امروزه آزاد کردن برده در واقع وجود نداره، میمونه فقط این دو گزینه. برای اطعام مسکین، برای اینکه فقیر رو غذا بدید، لازم نیست که شما در واقع یک شبانه روز کامل غذا بدید، یعنی صبحانه و نهار و شام بدید تا اینکه به اصطلاح 10 مسکین کامل باشه. نه، فقط یک مقدار، یک وعده رو، یک صبحانه بدهید، یک نهار بدهید، یک شام بدهید 10 نفر رو، این کاملا کفایت میکنه و مقدار شرعیش هم تعیین شده از نظر شرعی و مقدار به اصطلاح کفاره در قسم نصف سا هست. سا رو که همون نهایت مقداری رو که تعیین کردن بگیریم که 3 کیلو باشد، یعنی این که نصف سا، یعنی 1.5 کیلو گندم به عنوان برای هر یکی از این فقیرها که بدن، این در واقع میشد کفاره قسم. یا لباسشون یک تکه لباس باشه، مانند یک فرض کن برای 10 نفر دستمالی مثلا بخرد یا یک پیراهنی بخرد، این هست. منتها اگر کسی نتوانست، قدرت مالی نداشت، نمیتونست که غذا بده، نمیتونست که لباس بده و امکان هم نداشت که در واقع غلامی رو آزاد بکنه، حکمش آخرش این است که 30 روز را روزه بگیرند. برخی از مردم اشتباه فهمیدن، فکر میکنند که کفاره قسم این است که ابتدا بروند 30 روز را روزه بگیرند. این جایز نیست و حرامه که اینجوری عمل بکنن. حکم اولش اینه که شما باید غذا بدید، یا غذا بدید، یا لباس بدید، یا غلام آزاد بکنید. اگر نتوانستید، مرحله بعدی این است که 30 روز را روزه بگیرید. این کفاره قسم شماست. با آب، شیر، نان، مزار قسم خوردن جایز است یا نه؟ امروز مردی مهان مزار زند، نان زند، شیر زند، قسم میخورد زن 3 طلاق، دیوانش که مردی مهان قرآن زند، با از هم مگم که با بیزه با 4 کتاب زند، یک 4 کتاب بار اقران بالا میدونن. همین قسمایی که میخورن در شریعت برادران عزیز شرک به خداوند میشه. فقها حرام میگن، بعضی هم مکروه تحریمه میگن قسم خوردن. ان ابن عمر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله ینهاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. رواه البخاری و المسلم. پیغمبر گفتن که وقتی که از شماهان را میگه که خداوند شماهان بنده هاش را از قسم خوردن به پدرهاتون من کردگی هست. به پدرتون قسم نخورتون. واسه مادر هم میبرد اینجا. کسی که قسم میخورد به خداوند قسم خورد، اگر به خداوند قسم نخورد سکوت رو رعایت کند. قسم والله بالله تالله میشه، تمام. والله بالله تالله دیگر جایز نیست قسم خوردن. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا باندادكم بالانداد. حدیث دوام داره، من گرفتم. ابو هریره میگه که پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم گفتند که شماهان ای بندای خدا با پدرهاتون با مادرهاتون با همون بود مزار چیزهایی که دارتون قسم نخورتون. با آچه و با آتا و با مزار و با قرآن و با 4 کتاب و با پدر و با شیر مادر و بنان قسم خوردن شرک به خدا. نگاه کنیم. عن ابن عمر رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم
من حلف بغیر الله فقد اشرک. رواه ترمذی. کسی که به نام غیر خداوند قسم خورد شرکی به خداوند آورد که ان الله لا یغفر ان یشرک به. کسی به خداوند شرک میبره خداوند گناهش نمیبخشه. در طول عمرم قسم خوردن یعنی سبک کردن خدا. کسی که شخصیت نداره، کسی که قبولش نداره، وجهی نداره در جامعه 24 ساعت قسم میخوره. و چه قسم های هم میخورن. جان ما و سر ما و به پیر و پیغمبری که میپرستید و نه ما قبر میپرستیم، نه پیر میپرستیم، نه پیغمبر میپرستیم، ما خدا رو میپرستیم. قسم هم آداب و شروط داره. قسم به غیر خدا شرکه. جان پسرم و سر مادرم و سر پدرم و جان بچم و اینا شرکه. قسم فقط والله بالله تالله، اونم در سخت‌ترین شرایط. دیگه هیچ راهی نداشته باشی که قاضی تو رو قسم بده. ولا تطع کل حلاف مهین. مهین یعنی انسان پست، میکروب، انگل در جامعه. ما فکر میکنیم که هر کسی لباسش اتو کرده، عطر و ادکلونش خوبه، ریشش هم دو تیغه کرده و آنکات کرده، یه کراوات هم زده و یه ماشین نمیدونم آخرین سیستم هم سوار، خانش هم سنگ مرمریه، این خیلی با شخصیته. خیلی از همینا خدا گفته اینا مهینن. مهین، میکروب. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. آدم باید سروازش تمیز باشه، لباسش باید تمیز اتو کشیده شده، این ولی نه هر اتوی ظاهری. من اینجا پخش میکنم، دوستان عزیزمون اگر لطف بکنن صدا تصویر رو داشته باشم. این گوگرد است که همه روزه برای آتش افروزی در روزگار ما استفاده میکنیم. معنی دیگری گوگرد در زبان اوستایی قدیم سوگند است. سوگند خوردن یعنی آبی گوگرد خوردن است. نیاکان ما به خاطر سنجش واقعیت حرف یک نفر با او پیشنهاد نوشیدن آبی گوگرد میکردند. این شرطی روانی بود و نفری که جرأت به نوشیدن آبی گوگرد میکرد سر حرفش اعتماد میکرد. از همین جا قسم و سوگند خوردن پیدا شد. حالا به خاطر به وجود آوردن اعتماد ساکنان از شیوه‌های گوناگون قسمخوری کار میگیرند. از خدا و رسول، پیغمبر و اولیا تا پدر و مادران از نمونه‌هایی هستند که ساکنان به آنها قسم میخورند. ظاهراً برخی از ساکنان تاجیکستان به آن نفر اعتماد میکنند که قول خود را با قسم مستحکم کند. سوگند مسئولیت آدم را زیاد میکند و اعتقاد دیگران را به خود جلب میکند و دیگر آدمیزاد به او باور میکند که با این سوگند خوردگیش از روده همین کارش میبراید. اگون زور بیار اگون باید ممکنه قسم با او دا کی مقصد راست باشه گپت کی گپت تصدیق کرده بتونی که گپی من راسته. از سوی دیگر سوگند زیاد خوردن در جامعه تاجیکستان را چندان خوش ندارند. کل حاضر زمان نمیدونم من کجا میری می فقط سوگند اینش دروغ میگه راست میگه که خودشون میگه. همین زمان خیلی که برای صاحب نان نوشیدن یا تو وای استفاده میبری یا وایتیا آدمی که بسیار قسم میخوره این نشونه اون آدم دروغگو همین صبح. باری اول است که در تاجیکستان تصمیم است سوگند خوردن را یک معیار قانونی بکنند. سوگندی اعضای حکومت به پرزیدنت تاجیکستان معیاری نو در سرقانون تاجیکستان است که قرار است روز 22 می سال روان در رایپرسی عمومی خلقی گذاشته شود. مؤلفان این طرح معتقدند که سوگند احساس مسئولیت و صداقت را بالا میبرد. اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان بعد از تعیین شدنشان و تصدیق فرمانشان در جلسه یکجای مجلس ملی و مجلس نمایندگان با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سوگند یاد میکنند. اکنون سوال شدنش ممکن که برای چی عضو مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان با خلق تاجیکستان و اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سوگند یاد میکنند؟ چون که چخیلی که گفتیم عضو مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان نمایندگان خلق تاجیکستانند و ماهیتاً به خلق سوگند یاد میکنند. اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان باشد با سرور حکومت اجرایی یعنی بر رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سوگند یاد میکنند. در صورت جانبداری ساکنان از این لایحه تغییر الهه‌ها سوگند به نام پرزیدنت در تاجیکستان حتمی خواهد شد. مؤلفان این طرح میگویند سوگند به نام پرزیدنت در دیگر کشورهای دنیا رایج است اما در تاجیکستان این یک معیار نو است. تجربه یاد کردن سوگند از جانب اعضای حکومت کشور در بیشتر دولت‌های هم اروپا هم آسیا وا می‌خورند. این کشورهای اروپا پیش از همه استریا، آلبانیا، بلغاریا، ونگریا، لیتوا، پولشا، رومانیا،
چخیا، دولت‌های کشورهای سابق اتحادیه جمهوری شوروی سوسیالیستی، یعنی امروزه اتحادیه دولت‌های مستقل در جمهوری قزاقستان چنین تجربه هست که اعضای حکومت کشورشون بعد از انتخاب یا تعیین شدنشون با سروری حکومت اجرایی سوگند یاد میکنند. این معیارهای نو در ماده های 49 و 73 لایحه تغییر الهه ها بعد سرقانون درج شدند، اما ترتیبی سوگند خوردن اعضایان حکومت و پرزیدنت تنها پس از قبول شدن کنستیتوسیون معلوم خواهد شد. منتقدان بر این نظرند که در یگان کشور دنیا به نام پرزیدنت سوگند یاد نمیکنند. تا امروز مثلا در جامعه تاجیکستان مثلا درباره صداقت سالاری، نه اینکه شایسته سالاری حرف می رود و این امروز این صداقت سالاری را مثلا یک تعبیر کنستیتوسیونی، یک معیار کنستیتوسیونی بکنن که تو باید که به پرزیدنت صداقت داشته باشی، نه اینکه به ارزش های دولتی و ملی و مردم و به دولت تاجیکستان. مثلا چنین سوگند که به شخص رهبر می شود، تا این زمان در روسیه پادشاهی مثلا بود که به شخص امپراتور مثلا سوگند یاد میکردن اون وقتا، و بعدن که وقتی امروز بیشتر در کشورهای دنیا با کنستیتوسیون و با ارزش‌های دولتی و ملی و با در نزد مردم و در نزد پارلمان سوگند یاد میکنن، این که به شخص اولی رهبری دولتشون. بزرگ فرموده از سوگند خوردن و طلب آن کردن بعد از چون در هر دو حالت حقیقت تعریف می شود. بزرگ دیگر سوگند خوردن و صداقت به سوگند را نشان جوانمردی می داند. بله بینندگان عزیز گرامی، ما از قضایای تخریب مساجد و زندان کردن علما و دعوتگران، اینها ظلم هایی بود که بر ملت میشد در تاجیکستان، اما این بغاوت و جنگ با الله سبحانه و تعالی است. همانطوری که فرعون گفته بود که انا ربکم الاعلی، امروز در این کشور قانون میسازند که باید با نام رئیس جمهور باید قسم بخورن. ما جدا از مسائل سیاسی میاییم از دیدگاه دین مبین اسلام که قسم خوردن چه جایگاهی داره. وقتی که کفار قریش قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوگند میخوردن، یا به بت‌های خودشون قسم میخوردن یا به پدرانشون، به بزرگانشون قسم میخوردن. اما وقتی که دین مبین اسلام آمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شدن، یکی از نشانه های انسان موحد و ایمان به الله سبحانه و تعالی این است که فقط به ذات اقدس الهی قسم بخوره. من برای نمونه 3 حدیث رو انتخاب کردم از بین صدها حدیثی که در این مورد آمده هست. این حدیث از کتاب صحیح بخاری است، در کتاب مناقب. در اینجا در این حدیث از ابن عمر رضی الله تعالی عنهما عن النبی صلی الله علیه و سلم قال الا من کان حالفا فلا یحلف الا بالله. آگاه باشید کسی که قسم میخورد قسم نخورد مگر به الله سبحانه و تعالی. احمد جان اگر میتونی نشون بده این قسمت رو. فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. قریش قبل از اسلام قسم میخوردن به پدرانشان. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا تحلفوا بآبائكم، قسم نخورید به پدرانتان. این حدیث در کتاب مناقب باب ایام جاهلیت در کتاب صحیح بخاری است. مصدر دیگری که در اینجا هم در مسند امام احمد ابن حنبل رحمه الله، در اینجا هم حدیث دیگری است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده که لا تحلف بأبیک ولا بغیر الله، قسم نخور به پدرت و قسم نخور به غیر الله، فانه من حلف بغیر الله فقد اشرک. کسی که به غیر الله قسم بخوره مشرک میشه. یکی از اسبابی که انسان را از دایره اسلام خارج میکنه این است که انسان به غیر الله سبحانه و تعالی قسم بخوره. روایتی دیگر که در
جامع ترمیزی در کتاب نذور و ایمان در اینجا هم آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک، کسی که به غیر الله قسم بخوره کافر یا مشرک میشه. این قسمت از این حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده. پس طبق دستورات و فرمایشات صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی که به غیر الله قسم بخوره کافر و یا مشرک میشه، یکی از دیگری بدتر. حالا جای تعجب این است که من تعجب میکنم که آقای سلیمان دولتوف که فارغ التحصیل دانشگاه اسلامی هستند و جناب مفتی اعظم تاجیکستان آقای سید مکرم، اینها به چه قسم میخورن؟ به سر رئیس جمهور قسم میخورن؟ واقعا صحنه خیلی جالب خواهد بود که در کابینه تاجیکستان آقای دولتوف و آقای سید مکرم رو بیارن و به جای اینکه به کتاب خدا و به الله سبحانه و تعالی قسم بخورن، اینها بیان به سر رئیس جمهور قسم بخورن. واقعا این صحنه جالب و خنده‌دار و در عین حال گریه‌دار خواهد بود. این وضعیت امت اسلامی است که تواغیت در این زمان این گونه مانند فرعون، مانند نمرود بر گرده های ملت های مظلوم سوارند و از خودشون خدایانی ساختند که مردم رو مجبور میکنن که من دون الله باید اونها رو پرستش بکنن. این طغیان است، این بغاوت است، این در مقابل الله و رسولش ایستادن است، این جنگ با الله و رسول است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر قسم میخورید به الله سبحانه و تعالی قسم بخورید، اما اینا میان میگن که به رئیس جمهور قسم بخورید. به هر حال این نمونه ای است از مصیبت هایی که متاسفانه در این عصر و زمان امت اسلامی گریبانگیرش است. از بارگاه الله سبحانه و تعالی استدعا میکنیم که شر این طواغیت و این ظالمین رو از سر امت اسلامی هرچه عاجلتر برداره و شر اینها رو دور بکنه از کشورهای اسلامی تا امت اسلامی نفس راحتی بکشن و دین الله سبحانه و تعالی حاکم باشه، نه خواسته های یک شخص. این پیام رو یکی از برادرانمون برامون فرستاده بودن، برادر عزیز عبدالصمد از تاجیکستان، که نوشتن لطفاً درباره قسم خوردن بگید. آیا قسم خوردن به انسان درست است یا نه؟ در تاجیکستان همه کارمندان حکومت باید به رحمانوف قسم یاد کنند. آیا این ادعای خدایی نیست؟ مفتیان تاجیکستان چرا خاموشند؟ سید مکرم و دیگران باز بیدین بودن خود را نشان دادند. اینها نوکران هستند. شما چه توقع دارید از کسی که همه چیزشو فروخته باشه؟ ایمانشو، دینشو، غیرتشو، شرافتشو، اسلامیتشو، انسانیتشو در مقابل چند سامانی بفروشه؟ شما از او توقع دارید که بیاد و مخالفت بکنه؟ اینو ببینید که همین قانون رو میاد تصویب میکنن، حالا در معرض رای دهی مردم قرار میدن. این حرف است. کدوم رای، کدوم مردم؟ مگر اینا به اراده مردم احترام قائلن؟ ببینید که همین قانون رو تصویب میکنن و همین زندیق‌های بیدین مانند مفتی و مانند رئیس کمیته دین میان قسم میخورن. میدونن که قسم با این قسم خوردنشون کافر و مشرک میشن، اما میان قسم میخورن، چون اینا بنده خدا نیستن. اینا عبد درهم و دینار هستن، بنده پول، بنده همون چند سامانی حقوقی که بهشون داده میشه. تشکر میکنیم از عبدالصمد برادر عزیز که این مطلب رو فرستاده بودن. الله سبحانه و تعالی تاجیکستان را دوباره در آغوش اسلام و مسلمانان برگردانه و شر این طواغیت رو دور بکنه از سر